حقوقی تازه استخدام شده و با کلودیا به برزیل اعزام میشه تا توی خاتمه دادن یه معامله املاک کمک کنه. اون یه دختر چشم و گوش بسته هست و تا حالا رابطه نداشته. امیلی با مردی به اسم جیمز آشنا میشه و همین باعث میشه تجربیات زیادی رو روی تخت تجربه کنه. رفقا سلام، فیلمی که امروز معرفی میکنم یه فیلم درام و عاشقانه محصول سال 1989 از کشور آمریکاست به اسم ارکیده وحشی. در شروع فیلم امیلی رو میبینیم که توی یه مصاحبه کاری شرکت کرده و موفق میشه نظرشون رو جلب کنه و استخدام بشه. بعد از این امیلی با کلودیا همکار میشه و اون قراردادها رو بهش میده تا بخونه. در ادامه بهش میگه کار توی شرکت سخته و حتی ممکنه گاهی اوقات تا مدتها خواب درستی نداشته باشی، اما خب پول خوبی هم میتونی در بیاری. در همین حین یه پسره امیلی رو دید میزنه و انگاری ازش خوشش اومده. با هواپیما به برزیل سفر میکنن. وقتی میرسن به دفتر محلی، امیلی به عنوان وکیل جدید معرفی میشه. امیلی و کلودیا به سمت محلی که قرار تفریحگاه بشه میرن. وقتی کلودیا متوجه میشه الیوت رئیس اونجا که باهاش قرار داشتن نیومده، عصبانی میشه. کلودیا تماس میگیره و خبردار میشه که الیوت رفته تا توی مراسم عروسی برادرزاده‌اش شرکت کنه. کلودیا تصمیم میگیره تنهایی بره سر وقت الیوت و به امیلی داره اون اطراف رو دید میزنه وارد یه ساختمون نیمه کاره میشه و اونجا یه مرد سیاه‌پوست رو میبینه که به طرز خشنی داره ترتیب یه زن رو میده. امیلی با دیدن این صحنه با عجله فرار میکنه و برمیگرده به محل اقامتش. بعد لباس کلودیا رو میپوشه و میره داخل لاوی. جیمز ویلر از پشت میاد و خودشو بهش معرفی میکنه. بعد از این میرن برای خوردن شام. جیمز به امیلی میگه میدونم که لباس تنت برای کلودیاه، چون خودم واسش خریدم. کمی بعد جیمز اونو میبره به یه مراسم عجیب. افراد اونجا کارای عجیب و غریبی میکنن و وسط مهمونی با زنا رابطه برقرار میکنن. در همین حین یه مرد میاد و امیلی رو میماله و میخواد از عقب کارش رو انجام بده، اما امیلی فرار میکنه و خودش رو به اتاقش میرسونه. اونا به مهمونی میرن و بعد با موتور به سمت ساحل میرن تا جشن بگیرن. توی مهمونی زن دوست جیمز با یه نفر میرقصه و همین باعث میشه درگیری پیش بیاد و بعد از کلی کتککاری از اونجا فرار میکنن. داخل ماشین شوهر زنه عصبانی از اینکه چرا زنش با یه مرد غریبه رقصیده. زنه میگه من اصلا نمیخواستم باش برقصم و اون خودش اومد و مزاحمش شده. شوهرش که حسابی سیخ کرده میبخشتش و همونجا توی ماشین کلوچش رو آبیاری میکنه. امیلی با دیدن این صحنه خجالت زده میشه و از کارشون خوشش نمیاد. وقتی از ماشین پیاده میشن، جیمز بهش میگه من بهت علاقه دارم. بعد میرن داخل همون ساختمون نیمه کاره. جیمز میگه خبر دارم که توی یه خانواده مذهبی بزرگ شدی. بعد از اینکه کمی با هم صحبت میکنن، امیلی میره جلو و جیم هم یه گردنبند بهش هدیه میده. چند شب بعد امیلی میره بار تا مشروب بخوره. یه مرد مزاحمش میشه و بهش میگه اگه با هم بیای توی اتاق و بهم حال بدی هر چقدر پول بخوای بهت میدم. اما امیلی با عصبانیت از اونجا میره. جیمز بهش میگه تو خیلی آدمو هوسی میکنی. اون میگه اگه برای این کارا نیومدی اینجا پس چرا هنوزم اینجا موندی؟ در آخرم میگه بهتر امتحانش کنی. امیلی تحت تاثیر حرفاش قرار میگیره. پس به اتاق همون مرده که مزاحمش شده بود میره. مرد هم بلبلش رو تا ناموس تو قفس جا میده. چند روز بعد کلودیا به همراه الیوت برمیگرده پیش امیلی. بعد از این با سرمایه‌گذارای پروژه ملاقات میکنن که یکی از اونا کسی نیست جز فارلند. فارلند همونی که چند شب پیش توی اتاقش با امیلی اشغال کرده بود. وقتی فارلند داره حرف میزنه چیزایی میگه که امیلی ناراحت میشه. پس جلسه رو ترک میکنه.
کلودیا میره کنارش و از اینکه امیلی با فارلند رابطه داشته خندش میگیره و بهش میگه این که ناراحتی نداره. اتفاقا تازه وقت خوشگذرونی شروع شده. اون میگه من دنبال یه فرصت بودم که به دست آوردم. بعدم با هم برمیگردم به جلسه. کلودیا به طور غیر مستقیم فارلند رو تهدید میکنه که اگه این قرارداد بسته نشه زنش از موضوع رابطش با امیلی با خبر میشه. در نهایت قرارداد بسته میشه. جلوتر کلودیا رو میبینیم که از گذشته‌ای که با جیمز داشته صحبت میکنه. اما امیلی میگه من علاقه‌ای به شنیدن این حرفا ندارم. بعد از کلی حرف زدن میرم بیرون و وقتی روبرتو میاد و بهش میگه یه نفر هتل قدیمی رو خریده، اونم با پول نقد، اونا میرن پیش جیمز و میفهمن که اون هتل رو خریده. اون میگه کارش همینه. کلودیا هم میگه اگه فکر میکنی میذارم قراردادم با چینیا رو خراب کنی، سخت در اشتباهی. روز بعد چینی ها میان و کلودیا و امیلی میرن به استقبالشون. موقع معامله چینی ها میگن خیلی خوشحالن از این معامله و برگه ها رو امضا میکنن. بعدم جشن میگیرن و با هم میرقصن. چند روز بعد دارن با هم صحبت میکنن که کلودیا چشمش به یه پسره میفته و حسابی داغ میکنه و بهش اشاره میکنه بیاد به اتاقش. توی اتاق میخواد تو امیلی هم فرو کنه، اما تو همین لحظه جیمز سر میرسه و نمیذاره پسر کارشو بکنه. امیلی از اینکه جیمز همه جا تعقیبش میکنه ناراحت میشه و باش دعوا میکنه. چند روز بعد جیمز به واسطه یه پسر بچه قرارداد هتل رو به دست امیلی میرسونه. بعد با پسره میره کنار دریا تا جیمز رو ببینه. بعد از اینکه کلی با هم صحبت میکنن به اتاق جیمز میرن. امیلی میمیهای بلورینش رو بهش نشون میده و سعی میکنه تحریکش کنه که موفقم میشه و در نهایت روی تخت جیمز به 7 روش سامورایی بهش ورود میکنه. برای دیدن